برادری تقاضا کردن برای آسانی پرداختن دین دعاهای اگر بوده باشه برمان بگویید. برادری محترم، دعاهای زیادی میآید، از جمله در مسلم به روایت ابو هریره رضی الله عنه دعای آمده که رسول الله صلی الله علیه وسلم در وقت خواب کردن برشان راهنمایی کردن که دعا را بخوانند: اللهم رب السماوات و رب الارض و رب العرش العظیم ربنا و رب كل شيء فارق الحب والنوى ومنزل التوراة والانجيل والفرقان اعوذ بك من شر كل دابة انت آخذ بناصيتها اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. و این محل شاهدش است. و همچنان در سنن ترمذی دعای می آید به نام اللهم اکفنی بحلالك عن حرامك و اغننی بفضلك عمن سواک. و همچنان دعای عام دیگری که در هر مصیبتی یا خستگی غمی انسان داشته باشه بخواند: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور الصدر وجلاء حزني وذهاب همي. رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند کسی ایره بخوانه هر مشکل و غم و خستگی داشته باشه الله تعالی او را دور میکنه و در بدلی از او فرج و خوشحالی را بری از او میاره. و غیر دعاهای زیاد دیگری هستن و اگر این دعا را یاد نداشتی به زبان خودت، هر زبانی که است، فارسی، ازبکی یا انگلیسی، زبانهای دیگری، به زبان خودت دعا کن تا اینکه الله تعالی مشکلات را دور کنه.